تا حالا به این فکر کردی که تتوها چطور به اینجا رسیدن و خالکوبیایی که امروز خیلی میبینیم از کجا شروع شدن؟ حتما خیلیاتون فکر میکنین تتو فقط یه مد و فشن جدیده، اما واقعیت خیلی پیچیده تر از این حرف هست. تتو یه تاریخ طولانی و پر رمز و راز داره، از مردان قبیله های باستان بگیر تا سلبریتی های امروز. قراره تو این ویدیو با هم بریم سراغ تاریخچه تتو و ببینیم چطور تتوها تونستن معنای خاصی تو فرهنگ های مختلف پیدا کنن و روی بدن هامون جا خوش کنن. تتو آرتیستا و روش های کارشون رو بشناسیم و در آخر هم ببینیم اصلا مردم چرا تتو میزنن. آماده این؟ پس بزن بریم. تو سال 1991 دو تا کوهنورد تو کوههای آلپ در مرکز اتریش و ایتالیا داشتن از کوهنوردیشون لذت می‌بردن تا به یه جسدی برخوردن که از دل یخ‌ها بیرون اومده بود. اول فکر کردن که این جسد یه کوهنورد فلک‌زده گم شده باشه که تو اون منطقه زیاد اتفاق میفته، اما بعدن که جسد رو پایین آوردن دانشمندا با کشف جالبی مواجه شدن. اونا کشف کردن که این جسد به حدود 5300 سال پیش برمیگرده و متعلق به جناب اوتسیه که به طور شگفت‌انگیزی تو دل یخ حفظ شده بود و حالا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مومیایی‌های طبیعی شناخته میشه. اما چیزی که اوتسی رو از بقیه مومیایی‌ها متمایز میکنه تتوهای روی بدنشه. بله، درست شنیدی. جناب اوتسی نه تنها لاله گوشه سوراخ بوده، بلکه دست کم 61 تتوی تمیز روی پوستش داشته. این تتوها با ابزارهای ابتدایی و جوهرهای طبیعی مثل زغال چوب انجام شده بودن. اما چرا این تتوها فقط برای زیبایی بودن یا معنی دیگه‌ای هم پشتشون بوده؟ جالبه بدونین که این خالکوبی‌ها شامل نقاط و خط‌هایی هستن که در قسمت‌های خاصی از بدن اوتسی قرار داشتن، مثل مچ پا، زانوها، کمر و ستون فقرات. چیزی که دانشمندا رو شگفت زده کرده این بود که این نقاط دقیقاً با نقاطی که امروزه در طب سوزنی برای تسکین درد استفاده میشن مطابقت دارن. به نظر میرسه که این تتوها نوعی درمان باستانی برای دردهای مفصلی بودند، مخصوصا با توجه به اینکه دانشمندان متوجه شدن اوتسی از مشکلاتی مثل آرتروز رنج میبرده. این روزا تتوها به عنوان هنر و بیان احساسات و عقاید شخصی در سراسر جهان خیلی محبوبن. اما تتوهای اوتسی نشون میده که این هنر سابقه بسیار طولانی تر از چیزی که فکر میکردیم داره. تتوهایی که اوتسی روی بدنش داشت اولین شواهد مستند از استفاده انسان از تتو برای درمان و شاید حتی اهداف معنوی هستند. با اینکه تتوهای اوتسی بیشتر شبیه به خطوط ساده و نقاط بودن، ولی معنای عمیقی پشتشون نهفته بود. اونا به ما نشون میدن که حتی 5000 سال پیش هم انسان‌ها به دنبال روش‌هایی برای بهبود دردها و ارتباط با طبیعت بودن. چند هزار سال بعد رسم خالکوبی توسط مصریان به خصوص زنان ادامه پیدا کرد. زنهای مومیایی شده‌ای کشف شدند که روی ران، سینه و شکمشون خالکوبی داشتن. خالکوبی زنان مصری علاوه بر محافظت از اونا در زمان بارداری و وضع حمل به عنوان نمادی از پویایی، زیبایی و هویت مورد استفاده قرار می‌گرفته. بانوان مصری با استفاده از تتو خودشون رو به عنوان اعضای فعال و قدرتمند جامعه نشون میدادن و علاوه بر این تتو در جامعه مصر باستان به عنوان یکی از نشونه‌های تبعیض قومی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته. بیشتر تتوهای زنان فرهنگ مصر باستان به دو دسته نمادهای مذهبی از جمله خدایان مصری، حیوانات مقدس و همچنین سمبول‌های مربوط به فرازمینیان و یا نمادهای معنوی با معانی مختلف از جمله قدرت، خلاقیت، عشق و زندگی ابدی تقسیم می‌شدند. حتی در تمدن‌های باستانی دیگه مثل سومر و هند، خالکوبی‌ها نمادی از قدرت، طبقه اجتماعی و حتی ارتباط با خدایان بودند. اگر تا اینجای داستان جالب تاریخچه خالکوبی رو دوست داشتی، لایک و فراموش نکنید و کانال دانستنی به سبک ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید ما باخبر شید. در چین باستان هم تتوها به عنوان نشانه‌های قدرت و شجاعت در جنگ‌ها روی بدن سربازان زده می‌شدند. برای نمونه در منطقه تاریم چین اجساد مومیایی شده‌ای بین سال‌های 800 تا 2100 قبل از میلاد کشف شدند که نشون دهنده رواج خالکوبی در فرهنگ‌های مختلف اون منطقه است. بیشتر این خالکوبی‌ها روی دست‌های مومیایی‌ها پیدا شده، اما یکی از مورخین خالکوبی میگه که تعداد کمی از این مومیایی‌ها خالکوبی‌های صورت هم دارن.
جالبه بدونین در چین باستان علامت گذاری روی صورت مجرمان با جوهر دائمی یکی از 5 مجازات سخت در کنار اعدام و قطع عضو محسوب می شده. حالا بریم سراغ ژاپن، جایی که تتو تبدیل به هنر واقعی شد. تتوهای سنتی ژاپنی یا ایریزومی پر از داستان و نماد هستند. از اژدهاها که نماد قدرت و محافظت‌اند تا کارپ‌ها یا همون خالکوبی‌های ماهی معروف که نماد پشتکار و موفقیت‌اند. در ژاپن قدیم این تتوها حتی به عنوان نشونه‌ای از وفاداری به گروه‌های یاکوزا استفاده می‌شدند. اگر می‌خواید در مورد این تتوها بدونید، ویدیوی تتوهای ممنوعه رو از دست ندید. تتوی خالکوبی قرن‌هاست که در سراسر دنیا رواج داره و شواهدی هم در یونان و ایتالیا علاوه بر چین و ژاپن و همچنین جزایر پولینزی پیدا شده که خاستگاه لغت تتو هم همین جزایر هستند. پولینزی نام گروهی از 1000 جزیره در اقیانوس آرامه که بخشی از قاره اقیانوسیان. جزایر پولینزی در مثلث پولینزی قرار گرفتند که یک گوشه اون هاوایی، گوشه دیگه اون نیوزلند و رأس سوم هم جزیره ایستره. این جزایر خاستگاه قبیله‌های پولینزی و مائوریه. تتوهای این قبایل فقط طرح‌های زیبا نیستن، بلکه هر کدوم از الگوهایی که روی بدنشون خالکوبی میکنن روایتگر داستان زندگی اون فرد هستن. از شجره‌نامه خانوادگی گرفته تا دستاوردهای شخصی. در واقع تتو برای مائوری‌ها یه جور شناسنامه بوده. راک و جیسون مومو، هنرپیشه‌هایی که معرف حضورتون هستن، از اهالی همین جزایرن. تتو در واقع از کلمه تاهیتایی به معنای زدن و کوبیدن گرفته شده و این رسم بعد از سفر اکتشافی کاپیتان جیمز کوک در سال 1769 میلادی به اروپا آورده شد. اما تتوها همیشه انقدر پر افتخار نبودن. در دوران قرون وسطا وقتی مبلغان مذهبی به جزایر پولینزی رفتن تا مردم اونجا رو هم مسیحی کنن، خیلی زور زدن رسم خالکوبی رو از سرشون بندازن، چون عقیده داشتن بدن معبد روحه و این کار به بدن آسیب میزنه. جالبه بدونین مبلغان مذهبی عزیزمون در گوشه دیگه ای از دنیا هم همین بلا رو با راه انداختن کتابسوزی سر فرهنگ اقوام مایا آوردن. اگر میخواین بیشتر درباره فرهنگ غنی قوم مایا بدونین، به ویدیوی مایاها حتما یه سری بزنین. در قرون وسطا یا عصر سلطه کلیسا، تتو به عنوان نشانه تبعیض اجتماعی و علامت مشخصه مجرمان و کسانی که از طبقه پایین‌تر جامعه بودن به کار می‌رفته. اما در برخی فرهنگ‌ها مانند فرهنگ ماورایی آزتک، تتو کردن از نمادهای مذهبی و مرتبط با آیین‌ها و جشن‌های مذهبی بوده. خوشبختانه مبلغان مذهبی در ممنوع کردن تتو موفقیتی به دست نیاوردند و در عوض خالکوبی حتی از قبل هم رایج‌تر شد، به ویژه بین افراد شاغل در مشاغل خطرناک مثل کارگران معدن و سربازان که به عنوان طلسم شانس بینشون رواج پیدا کرد. سخته که بین دریانوردا و هنرپیشه‌ها بشه گفت کدومشون خرافاتی ترن، اما به جز موارد نادری مثل جابجا کردن گلوله‌های مشقی یه تفنگ با فشنگ واقعی که منجر به مرگ بروسلی شد، هنرپیشگی به اندازه دریانوردی خطر مرگ و میر نداره. ماه‌ها و سال‌ها روی دریا زندگی کردن واقعاً شکیبایی و ایمان افراد رو محک میزنه. پس تعجبی نداره که دریانوردا و پرسنل نیروی دریایی به دنبال طلسم شانسی مثل خالکوبی یک دختر اهل هاوایی یا اژدهایی از سرزمین چین باشن که به اونها یادآوری کنه چه سفر طولانی داشتن. دریانوردا با خالکوبی نمادا سعی می‌کردن سرنوشتشون رو تغییر بدن، اما میدونستین کارت‌های تاروت هم قرن‌هاست که به عنوان راهی برای کشف سرنوشت و پیشبینی آینده استفاده میشن. توی ویدیو جدیدمون درباره تاروت هم تاریخچه عجیبش رو توضیح دادیم، هم رازهایی رو باز کردیم که ممکنه دیدگاهتون به شانس و تقدیر رو تغییر بده. این ویدیو پر از داستان‌های جذاب و نمادهایی که نباید از دست بدین. حتما اون ویدیو رو هم ببینین. خب برگردیم سراغ خالکوبی دریانوردا. خالکوبی پرستو، البته نه از اون پرستوها، خود پرنده رو میگم، مخصوص دریانوردایی بود که بیش از 5000 مایل، چیزی در حدود 8047 کیلومتر دریایی سفر کرده بودند. و خالکوبی لنگر نماد این بود که دریانورد اقیانوس اطلس رو پشت سر گذاشته و خالکوبی لاک پشت به معنی رد کردن خط استوا بوده. تتوهای طلسم شانس مثل تصویر خروس و خوک هم روی پای دریانوردها دیده شده.
خوک و خروس در جریان جنگ جهانی دوم داخل جعبه و از طریق دریا به کشورهای دیگه صادر می‌شدن. در صورت غرق شدن کشتی این جعبه ها روی آب شناور میمونده و حیوانای داخلشون زنده میموندن. دریانوردها به این امید تصویر خوک و خروس رو روی پاشون خالکوبی میکردن که در صورت غرق شدن کشتی جون سالم به در ببرن. احتمالاً تصویر خالکوبی ستاره 5 پر رو هم که بسیار رایجه دیده باشید. تتوی ستاره 5 پر، گل رز و قطب نما برای دریانوردها نماد یافتن راه برگشت به خونه بود. اگر تا حالا لوگوی فروشگاه میسیز امریکایی رو دیده باشین، حتما متوجه ستاره سرخی که نماد این فروشگاه شدین. جالبه بدونین که این ستاره سرخ نمادی از خالکوبی بنیانگذار این برنده که در جوونی حین کار روی کشتی‌های صید نهنگ اون رو زده. قبل از اینکه تتو جاش رو تو دل دریانوردها باز کنه، توسط قاتلان روسی و امریکایی برای نشون دادن درجه و شهرتشون به همبندی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته. اما امروز تتوها به یه جور ابزار خلاقیت و نشون دهنده هویت شخصی تبدیل شدن. از ستاره‌های موسیقی مثل ریانا و آریانا و خیلی از رپرهای معروف گرفته تا فوتبالیستایی مثل دیوید بکام و مسی، همه از تتو برای بیان داستان شخصیشون استفاده میکنن. البته بعضیاشون هم تو انتخاب تتوهاشون سوتی دادن که تو ویدیوی تتوهای ممنوعه به اونا اشاره میکنیم. پس اون ویدیو رو از دست ندین که اشتباهات اونا رو تکرار نکنین و تو دردسر نیفتین، چون یه سری تتوها هستن که میتونن خطرناک هم باشن. تتو زمانی یه جور تابو بود، چیزی که جامعه ازش دوری میکرد. اما این روزا تتو تبدیل به یک روند جهانی شده. تتو آرتیست ها به عنوان هنرمندان واقعی شناخته میشن و طرح‌هاشون به اندازه نقاشی های گالریا ارزش دارن. مشهورترین تتو آرتیست با خالکوبی های نمادین، مخصوصا تصاویر مرتبط با دریا، نورمن کالینز، معروف به ملوان جریه که در سال 1973 مرحوم شد. ملوان جری تحت تاثیر هنر و تکنیک‌های شرقی در هوای شهرتی به هم زده بود. رنگ‌های خاص خودش رو تولید کرد و نسل‌های بعدی تتوکارها از جمله اد هاردی رو تحت تاثیر قرار داد. اون همچنین استفاده از سوزن‌های یک بار مصرف و استریل کردن وسایل با استفاده از اتوکلاو رو رواج داد. قبل از به وجود اومدن دستگاه‌های تتوی امروزی، بومیان امریکا و مردمان جزایر پولینزی و هاوایی از استخوان و سنگ تیز شده برای ایجاد خراش روی پوست استفاده می‌کردند و بعد زخم‌ها رو با دوده حاصل از سوزوندن پوست جوز یا رنگ طبیعی پر می‌کردند. تتو آرتیست‌های باستانی با حوصله زیاد طرح‌های زیبا و دقیقی رو روی پوست به وجود می‌آوردند. این طرح‌ها عمدتاً نمادهای مربوط به طبیعت، ارواح، خدایان و داستان‌های موروثی این جزایر بودند. خالکوبی‌های پیچیده و بزرگ و خاص مردمان ساموا با استفاده از ابزاری از چوب بامبو زده می‌شده که اون رو داخل رنگ و در پوست وارد می‌کردند. در قرن 19 هم روشی مشابه توسط کولیا و مصری‌ها استفاده می‌شده که تو اون روش تعدادی سوزن رو به هم می‌بستن و بعد از سوراخ کردن پوست زخم رو با دوده چوب و روغن مخلوط با شیر انسان پر می‌کردن. روش‌های باستانی زدن تتو عموماً با استفاده از ابزارهایی بودند که در شرایط بهداشتی نامطلوبی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و ممکن بود منجر به عوارض جانبی و عفونت‌های پوستی بشن. اما چی شد که ابزار تتو مدرن شد؟ توماس ادیسون معروف خودکار برقی رو در سال 1876 میلادی اختراع کرد. این وسیله یه موتور کوچیک داشت که در زمان نوشتن سوزنی رو مطابق با حرکت خودکار تو دست نویسنده روی کاغذ حرکت میداد و یه نسخه کپی تولید میکرد. متاسفانه این اختراعش مثل بقیه کارهاش با استقبال مواجه نشد. اما وقتی تتوکار معروف ساموئل اف اورایلی خودکار برقی رو دید، متوجه شد که این روش سریعتری برای خالکوبی کردن روی پوسته، چون یک تتوکار سنتی میتونست پوست رو 2 تا 3 مرتبه در ثانیه سوراخ کنه، در حالی که این دستگاه میتونست تا 50 بار در ثانیه پوست رو سوراخ بزنه. تو مدت 120 سالی که از دستگاه‌های خالکوبی استفاده میشه، تغییرات کمی نسبت به ایده اولیه اورایلی به وجود اومده. راستی میدونستید هنرپیشه معروف شامپن هم یه تتوکاره و مشتری‌های خاص خودش رو داره؟ اما چرا مردم تتو میزنن؟ این روزا مردم به دلایل مختلفی تتو میزنن. بعضیا برای یاد بوده عزیزانشون، بعضیا برای ابراز آزادی و فردیت، بعضیا هم برای پوشوندن زخم‌های قدیمی و یه سری هم برای بیان داستان‌های تلخ و شیرین زندگیشون. در واقع تتو به یه جور سفر درونی و
ابزار ابراز وجود تبدیل شده. تتو چیزی فراتر از فقط یه جوهر روی پوسته. تتوها حامل داستانها، احساسات و هویت هستند. از قدسی مرد یخی با تتوهای درمانیش گرفته تا تتوهای پیچیده هنری امروزی، تاریخچه تتو نشون میده که این هنر از دیرباز بخشی از زندگی انسانها بوده. پس اگر شما هم تتو دارید یا به فکرش هستید، بدونید که دارید بخشی از این تاریخچه شگفت‌انگیز رو به دوش میکشید. توصیه میشه اگر برای اولین باره که تتو میزنین اون رو جایی از بدنتون بزنین که نمیبینین و قبل از زدن تتو حسابی راجبش فکر کنین. خب حالا شما تو کامنت ها به ما بگین چه تتوهایی دوست دارین بزنین یا زدین و داستان پشت این انتخابتون رو برامون تعریف کنین. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردین، لایک رو فراموش نکنین. نظرتونم برامون بنویسین و کانال رو سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدیمون با خبر بشید. اون زنگوله رو هم بزنید تا هیچ چیزی رو از دست ندید.